پلیس مسکو دهها مهاجر توجیک را که با طلب آزادی عزت امان حامی حقوق مهاجران در نزد سفارت تاجیکستان با نشان اعتراض جمع آمده بودند بازداشت کرده است. نزدیک 200 تن از مهاجران روز 2 اپریل نزد سفارت تاجیکستان در مسکو جمع آمدند و در نوارهایی که از این محل دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود آنها طلب آزادی عزت امان را دارند. عزت امان حامی حقوق مهاجران توجیک روز 25 مارس در مسکو ناپدید شد. چند روز بعد مقامات تاجیکستان گفتند که او با جرم قلابی جستجو میشد و هنگام اخراج از روسیه در دوشنبه بازداشت گردید. در نوارهای ویدیویی که اعتراضگران در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند دیده می شود پس از چند لحظه کارمندان پلیس مسکو آنها را بازداشت نموده در اتوبوس ها میبرند. سفارت تاجیکستان رسما در این باره اظهار نظر نکرده است. یک تن از مهاجران با شرط ذکر نشدن نامش در تماس با رادیو آزادی گفت در یک اتوبوس حدود 30 تن از آنها را به بازداشتگاه آوردند. پلیس مسکو میگوید گردهمایی به هماهنگسازی با مقامات شهرداری مسکو برگزار شده غیر قانونی است. یک نماینده سفارت تاجیکستان در مسکو به نشریه اسپوتنیک تاجیکستان گفته است که به بازداشت شده ها اخراج از روسیه تهدید میکند. یکی از مهاجرانی که در اعتراض نزد سفارت شرکت داشت گفت بعد نماز جمعه امروز تصمیم گرفتیم که در نزد سفارت اعتراض کنیم. وقتی ما به نزد سفارت آمدیم و درخواست کردیم که نماینده سفارت به نزدمان آید یک نفر آمد و گفت 15 دقیقه صبر کنید به نزدتان می آییم، ولی بعد 15 دقیقه اطراف ما پلیس ها جمع شدند. ممکن از سفارت آنها را دعوت کردند و با زور مهاجران را تقریبا در 7 اتوبوس بار کردند و بردند. دیگر نمیدانیم با آنها چی شد، گفت او.